با نمود خود شروع میکنیم. درس 17 ادبیات 11. قبل اینو یه حساب بکنین، یه لایک هم بکنین، یه کامنت فینگلیش و انگلیسی هم بذارین که حسابتون نپره، بشن 50 نفر. از شعله به خاطر روشنایش سپاسگزاری کن، اما چراغدان را هم که همیشه صبورانه در سایه میایستد از یاد مبر. گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده ای، ستاره ها را هم نمیبینی. ماهی در آب خاموش است و چارپا روی خاک هیاهو میکند و پرنده در آسمان آواز میخواند. آدمی اما خاموشی دریا و هوا و خاک موسیقی آسمان را در خود دارد. هنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم، پیش از همه به آن بزرگ نزدیک شویم، نشده ایم. ممکن از ناممکن میپرسد خانه‌ات کجاست، پاسخ میدهد در رویا یک ناتوان. اینجا تنها قسمت مهمی که داره ارزم به حضورتون میشه کجا میشه اینجا که میگه که هنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم، پیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم. هنگامی که با وجود فروتنی انسان بزرگ شده باشیم، بیش از همه در زمان دیگر به خداوند نزدیک شده ایم. و نکته مهم دیگرش هم اینجا میشه که ممکن از ناممکن میپرسد. آنچه شدنی است از چیزی که ناممکن است میپرسد، خانه تو کجاست؟ ناممکن پاسخ میده در آرزوی یک انسان ضعیف. تمام شد و رفت. دیگه خونه‌تون.